сураи ҷумуа яъне ҷумъа дар Мадина нозил шуд. 11 оят аст. бисмиллаҳир роҳманир роҳим. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. юсаббиҳу лиллаҳи السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الله را تسبیح گویند هرچی در آسمان ها و هرچی در زمین است. آن فرمان روای پاک از عیب را، آن پیروزمندی حکیم را. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. است اللهی که به میان مردم بیسواد پیامبری از خودشان فرستاد تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمتشان بیاموزاند، اگرچه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. و بر گروه دیگر از بنی آدم از آنها که هنوز با آنها نپیوستند، یعنی هنوز به دنیا نآمدند، و است پیروزمند و حکیم. ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این بخشایش الله است که بر هر که خواهد میدهد و الله را بخشایش بزرگ است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثال کسانی که تورات به آنها داده شده و به آن عمل نمی کنند مثل آن خر است که کتاب‌های را حمل می کند، یعنی می بردارد. بعد مثال است که مثال مردمی که آیات الله را دروغ می شماریدند و الله ستمکاران را هدایت نمی کند. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقین. بگو ای قوم یهود، هرگاه می پندارید که هر آینه شما دوستان خدا هستید نه مردمی دیگر، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگوید. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. و آنان به سبب اعمالی که پیش از این کردند
هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و الله به ستمکاران داناست. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بگو هر آینه آن مرگی که از آن می گریزد شما را حتما در خواهد یافت و سپس نزد آن دانای نهان و آشکارا برگردانیده می شود تا به کارهایی که کرده اید آگاهتان سازد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید چون از آن نماز روز جمعه گفته شود به نماز بشتابید و خرید و فروش را ترک کنید اگر دانا باشد این کار چیزی که به اجرای آن دستور داده می شود برایتان بهتر است. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. و چون نماز پایان یافت از پی رزق و روزی در زمین پراکنده شود و رزق الله طلب کند و الله را با دل و زبان بسیار یاد کند، یعنی نه تنها در وقتهای نمازهای 5 وقته باشد که رستگار شود. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. و چون تجارت یا بازی بینند پراکنده می شوند و به جانب آن می روند و تو را همچنان ایستاده رها می کنند، بگو آنچه در نزد الله است از بازی و تجارت بهتر است و الله بهترین روزی دهندگان است. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کند و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کند. ما با هم پیش می رویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عمل انسان، هر یکی شما را خوش آمدید میگویم به شبکه قرآن دستور عمل انسان. و ما با شما این شام نیز به مثل شام گذشته برنامه فایده‌ناکمان را آغاز میکنیم و عنوانش تا امروز پورا معلوم نیست. گاهی میگوییم برنامه فایده‌ناک است و گاهی دیگر میگوییم دانش و سنجش است. و اگر صدای ما را خوب میشنوید تماشابینان عزیز، ما آغاز میکنیم و واقعا باور کنید این لحظه ها ما و شما خودمان را خیلی خوب احساس میکنیم و خوشبخت احساس میکنیم، چون ببینید که توانستیم به پورگی از آغاز تا به آخر سوره
جمعه را گوش کنیم و این هم حکمت الله هست و بهانه شد. اگر گاهی میگفتند و خودی ما میگفتند که عین حال ما 8 دقیقه یا 7 دقیقه سوره برای شما پخش میکنیم گوش کنید، شاید که بهانه ها پیش می آمد و می گفتیم نه این لحظه شاید وقت ندارم، دیرتر گوش میکنم. خب من البته که می خواهم گوش کنم ولی این لحظه نیست، شاید پس از چند لحظه. یعنی خودمون را فریب میکردیم. ببینید حکمت الله بزرگوار را. بهانه ان همین بازی فایده‌ناک شد و تقریبا 40 نفری ما سوره جمعه را از سر تا به آخر گوش کردیم با ترجمهش. الحمدلله. در واقع من کوتاه میخواستم در مورد فضیلت روز جمعه گفته گذارم و کد را من در بالا نوشته کردم. شما میتوانید این لحظه وارد برنامه شوید. با کد الکی 11 نفر وارد شدند. تا داخل شدن شما من این لحظه در فضیلت روز جمعه میگویم. کد 788 24 30 است. الله تعالی میفرماید پس چون نماز تمام شد در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کرده و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. در همین سوره که نوکک ما و شما گوش کردیم سوره جمعه آیت 10 چنین آمده است و یک کوتاهک حدیث برایتان میگویم از ابو هریره رضی الله عنه نقل کرده است از رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمود بهترین روزی که آفتاب بر آن طلوع نمود روز جمعه است و در آن آدم آفریده شد و در آن او را به بهشت وارد ساختند و در آن از آن بیرون رانده شده است. یعنی که در روز جمعه. ببینید که چگونه و چقدر فضیلتی بزرگ دارد این روز جمعه. و خب من میخواستم شرح زیاد گویم، اما در برنامه ما در برنامه دانش و سنجش ما چند سالها آماده شده است. انشاءالله که ما و شما حتما آن را میشنویم و باز زیادتر صحبت خواهیم کرد. عین حال 21 نفر وارد به برنامه ما شدند. خوش آمدید میگویم شما را. بله، مدیراتوران ما نوشته کردند رقم گیم پین را شما میتوانید داخلی بازی شوید. خب میبینید شما چند نفر داخل شدند این لحظه. خب همان هایی که داخلی برنامه شدید خوش آمدید میگویم. در واقع ما سوال های خیلی عادی و آسان را انتخاب کردیم امروز و سوال ها آمیزش از این و آن است ولی آسان است و هر یکی شما میتوانید اشتراک کنید. یکی از تماشابینان ما در کامنتاری ها زیر کامنتاری ها نوشته کردند که چگونه داخل میشوند و اکثریت آنها میخواهند اشتراک کنند اما نمیدونند چگونه. کهود نقطه ایت داخل میشوید و استفاده از دو تلفن یا اینکه از پلنشت و تلفن استفاده میکنید یا اینکه از تلفن موبیلی و همچنین از تلویزیون استفاده میکنید تا که وارد به برنامه شوید و همه میتوانند اشتراک کنند، هم بزرگان، هم جوانان، هم نورسان و این بازی ما به هر یکی ما و شما فایده میآورد انشاءالله، چون یک معلومات نو به خود پیدا میکنیم. و خب 28 نفر وارد شدند. اینجا با سوال میکنند در چت ما سوال کردند که چرا در آمده نمیشد و احمدوف میپرسند که چگونه وارد شویم. خب من در کنار من میبینید چگونه وارد شدن به واسطه تلفن موبیلی است. شما از تلفن موبیلی استفاده میکنید و خب
صدای من به فکرم می آید و خب باز کمی بلندتر هم کردیم انشاءالله که همه میشنوند. خوش آمدید همان هایی که نوکک به شبکه قرآن دستورالعملی انسان پیوست شدید و این لحظه 30 نفر داخلی برنامه شدند و اگر شما آماده باشید قسمت اول را شروع میکنیم و هم آنهایی که دیرتر پیوست میشوند شما نیز میتوانید حتما به بازی داخل شوید و فرقی ندارد. ما کد را محکم نمی کنیم. هر وقتی که شما خواسته باشید میتوانید داخلی برنامه شوید. خب من نگاه نکردم، این حال نگاه میکنیم. اینجا گفتند که یک نفر نامش را خطا نوشته کرده است. خب بله، خواهش میکردم اون نفری که کافر نوشته است بهترش از این نام دست کشی میکردید. الله شما راضی باشد. و خب 34 نفر میخواهند اشتراک کنند این لحظه. 34 نفر آماده هستند و ما نیز آماده هستیم تا برنامه را آغاز کنیم و آنهایی که دیرتر پیوست میشوید شما نیز میتوانید موافقی همون کدی که ما در چت نوشته کردیم شما نیز میتوانید داخل شوید. خب هم آنهایی که لایک نموندید حتما لایک مونید و هم آنهایی که آبونه نیستید به شبکه ما آبونه شوید تا که دیگران نیز توانند از غذای معنوی که ما آماده کردیم از آن بهره ور باشند. ما تیار هستیم. بسم الله آغاز میکنیم. سوال اول: به کی انجیل فرستاده شد؟ انجیل به کی فرستاده شد؟ وریانت ها: موسی، عیسی، آدم یا اینکه نوح. انجیل به کی فرستاده شد؟ جواب های شما: خب همه جواب ها رو ما قبول کردیم و این لحظه 21 نفر جوابی درست گفتند. بله، انجیل به عیسی فرستاده شده بود. و میگذاریم به میبینیم که به پیش برآمد. خب بهادر، زاکیروف، لطف الله و بخاری آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد شما را من تبریک میکنم. به سوال دیگر میگذاریم. سوال 2: چند کتاب های آسمانی فرستاده شده بود؟ 8، 3، 4 یا اینکه 5. وریانت های شما: خب وریانت ها را انتخاب میکنیم. در چت نیز خیلی فعال هستند تماشاگران ما، جواب های درست نوشته میکنند. خیلی خوب. و 30 ثانیه وقت داریم تا با آن که شما جوابی درست خودتان بگویید. 27 نفر جوابی درست گفتند. 4 کتاب های آسمانی فرستاده شده بود. چت را میخوانم. در چت علی کمالوف جوابی درست گفتند و راهیله، صفاتج، بهادر، اشوروف جوابی درست گفتن. شما رو تبریک میکنم. بیایید میبینیم کی به پیش گذشت. بهادر، لطف الله، مریم، حکمت تیوی و بخاری آنهایی که در جای اول قرار دارید شما رو تبریک میکنم. خب کمی خوب در کنیم. و صباحت نیست با 5 زینه بالا برآمدند بعد از جوابی که بعد از سوالی که نوکک بود. سوال 3: تورات به کی فرستاده شده بود؟ به نوح، به موسی، به عیسی، به زردشت. جوابی درست شما: تورات به کی فرستاده شده بود؟
اینک چت ما خیلی فعال است. بیست و نه نفر جوابی درست گفتن. شما را صمیمانه تبریک میکنم و تورات به موسی فرستاده شده بود. بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. در چت ما نیز نوشته کردند اکثریت همه جوابی درست آماده رسیده است و شما را تبریک میکنم. کی به پیش برآمد؟ بهادر، فیض‌الدین، لطف الله، حکمت و بخاری، آنهایی که در جایهای خوب قرار دارد. تبریک میکنم شما را. و طالب نیست 5 زینه بالا برآمدند و حرکت دارند به سوی غالبیت به پیش. یعنی که سوال 4 2 مراتب خالی زیاد میگیرد. زبور به کی فرستاده شده بود؟ زبور به کی فرستاده شده بود؟ به عیسی، به موسی، به داوود، به پرویز؟ جواب شما. قریب همه جواب گفتند و 37 نفر جواب گفتند و چند ثانیه دیگر باقی داریم. در چت نوشته کردند. چت نیز خیلی فعال است. خیلی فعال است. بله. 38 نفر جوابی درست گفتند. همگی 2 نفر عیسی نوشته کردند. بله، به داوود. خب در چت میبینم علی کمالوف جواب گفتند و باز خیلی نفران زیاد همه جوابی درست گفتند. تقریبا که جوابی خطا نیست در چت ما. خب به جای اول بهادر برآمدند فیض‌الدین، لطف الله، مریم و حکمت و آنهایی که در جایهای خوب قرار دارد. شما رو من تبریک میکنم. 6 نفر اول پی هم به 3 سوال ما جوابی درست گفتید. خیلی خوب. سوال 5: آیا مسلمان به همه کتاب‌های آسمانی باور دارد؟ وریانت ها: نه، تنها به یک کتاب. همه کتاب جمع زردشتی نیست، بله به همه کتاب ها به غیر از زبور به دیگرش باور دارد. یعنی کدام وریانت را شما انتخاب میکنید؟ آیا مسلمان به همه کتاب های آسمانی باور دارد؟ تجمع را نوشتند بله. راهیله نوشتند نه. بهادر شروف بله نوشته کردند. خیلی خوب. و 32 نفر جوابی درست گفتند. بله، به همه کتاب ها این یکی از ارکان ایمان است. و 3 نفر گفتند که همه کتاب جمع زردشتی نیست و 2 نفر گفتند که به غیر از زبور به دیگرش و 1 نفر گفتند نه، تنها به یک کتاب. اما جوابی درست بله، به همه کتاب ها مسلمان مؤمن باور میکند، چون بار دیگر تاکید میکنم یکی از ارکان ایمان است. و همان نفرانی که سوال در ذهنشان پیدا شد، همان هایی که خود به خود سوال دادند برای چی، شما میتوانید این لحظه در جستجوی معلومات باشید. یعنی ما این لحظه به شما پیشنهاد سوال و پیشنهاد جواب کردیم و آنهایی که سوال پیدا شد برای شرحی این موضوع میتوانند که جستجوی زیادتر کنید. خب بیایید میبینیم که به پیش برآمد. بهادر، فیض‌الدین، مریم، حکمت و بخاری، آنهایی که در جاهای پیش قرار دارد. شما رو من تبریک میکنم. سوال 6: کدامی از ذکر شده ها میتواند دلیل قوی باشد؟ اساس از گفته های امام اعظم، اساس از گفته 4 مذهب، اساس از گفته های سلف صالح، اساس از قرآن و سنت. کدامی از ذکر شده های پایان میتواند دلیل قوی باشد؟ جواب های شما. خیلی خوب، خیلی خوب. سی و یک نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. کدام از ذکر شده ها میتواند دلیل قوی باشد؟ بله، دلیل از قرآن و سنت.
4 نفر گفتند که اساس از گفته های امام اعظم، یعنی که این است دلیل پرقوت، و 4 نفری دیگر گفتند اساس از گفته های سلفی صالح، و 2 نفر نیز گفتند که اساس از گفته ای 4 مذهب. خیلی خوب، چت را نگاه میکنیم چون خواهش کردند که چت را نیز خوانیم و میبینم که اکثریت جوابی درست گفتند. اکثریت جوابی درست گفتند. این خیلی خرسندی آور است. و یک نفر نوشته بودند که اینجا جوابی مرا نیست خوانید. عبدالله ابو علی. خب نوشته کنید حتما که میخوانیم. و شاید که من همه شمیل رسولوف جوابی درست گفتند، علی کمالوف جوابی درست گفتند. خب برادر ما صفات جه پرسیدند که چگونه رمز را پخش کنیم. بار دیگر تکرار میکنم، شما از 2 تلفن یا یک تلفن و یک پلنشت استفاده میکنید تا در برنامه ما اشتراک کنید و از یکی رمز ها را زیر میکنید. رمز را چگونه با کهود نقطه ایت داخل میشید از یک تلفن، از تلفن دیگر تماشا میکنید و وقتی کهود نقطه ایت داخل شدید اونجا میپرسد تخلص شما، به خودتان نام انتخاب میکنید و بعد از آن با همون گیم پینی که ما در گیم پینی که نوشته کرده بودیم 788 24 30 وارد به همین برنامه میشوید. مریم اساس قرآن و سنت نوشتند. خوش آمدید شما رو نیز به برنامه ما. بیاید میگذاریم بعد میبینیم کی به پیش برآمد و بعد از آن به سوال دیگر. مریم فیض‌الدین بهادر حکمت و صباحت، آنهایی که در جایهای پیش قرار دارید. من شما را تبریک میکنم. سوال هفتم، در وقت طهارت کردن کجا را ضرورت شستن نیست؟ روی، دست، پای، زانو. در وقت طهارت کردن، وضو کردن کجا را ضرورت شستن نیست؟ جواب های شما. 40 نفر جواب گفتند با ما و ببینید خیلی خوب و خیلی زود و خیلی تیز جواب گفتند با ما. نگاه میکنم چت را. 4 جوابی اول را میخونم و مرات تیجه جوابی درست گفتید. احسن و آفرین جوابی درست گفتید. سعی ولی وهابوف جوابی درست گفتید. شمیل رسولوف بله درست. علی کمالوف جوابی درست گفتید. و آنهایی که سرپرستی برنامه ما هستند در چت ما زود و با نشانه مخصوص میبراید و شما میبینید و سرپرستی، اگر سرپرستی برنامه قرآن دستور آمد انسان را که شما آبونه شدید یا اینکه انتخاب کردید گرفتید، در چت نیست نوشته های شما، کامنتاری های شما به بالا میبراید. از این خاطر من اکثر وقت از آن سرپرستان را نامشان را در برنامه میخوانم. شما نیز حتما آبونه شوید و سرپرستی برنامه را میتوانید به خاطر الله گیرید و شما نیز میتوانید به همین طریق، به همین واسطه به ما اگر خواهید کمکتان را میتوانید رسانید. 38 نفر جواب درست گفتند و همگی 2 نفر جواب خطا گفتند. ببینید که تقریبا همه اشتراکچی برنامه ما جواب درست گفتند و میبینیم که به پیش برآمد. مریم فیض‌الدین بهادر حکمت و بخاری، آنهایی که در جای نمایان قرار دارد. و از شما خواهش میکنم همانهایی که این لحظه پیوست شدید به شبکه قرآن دستور عملی انسان، از شما خواهش میکنم که لایک مانید تا که به دیگران نیز توانند ما را تماشا کنند. من انتظار میشم همانهایی که این لحظه ما را تماشا میکنند، تقریبا 90 نفر زیادتر است ولی نه همه اهمیت دادند و شما که لایک ماندید دیگران میتوانند تماشا کنند. دیروز ببینید وقتی که همه در برنامه ما فعال بودند اشتراکچی ها نیز زیادتر شد و من انشاءالله امیدوارم که در قسمت دیگری بازی ما اشتراکچی ها زیادتر می شود، چون قسمت دیگری برنامه را ما از آیت های قرآن گرفته کردیم. باور کنید خیلی برای ما انشاءالله که فایده خواهد آورد، هم برای من، هم برای شما و هم برای آنهایی که تماشا میکنند انشاءالله. و از لایک ماندن شما پول شما گرفته نمی شود، یعنی که از تلفن از شما پول کسی کشیده نمیگیرد.
و این تنها به خاطر آن است که نوار پهن شود و از شما احترام و خواهش میکردم اگر مشکل نباشد. الله جزای خیرتان دهد. و خب علی کمالوف سوال دادن برای چی؟ ما سوال رو همش رو جواب دادیم، لیکن در آخر اگر شما در داخل برنامه باشید، یعنی در داخل کهود بازی میکرده باشید، هر کسی که اولین شده جواب درست را پخش میکند، همون رنگ را پخش میکند، همون نفر پیشتر میبراید. اکثریت ببینید که در کهود همه جوابی درست نوشته میکنند. خب بیاید باز یک سوال دیگر سوال جواب میگویم. اینجا از تماشابین ما که خیرس نام نهادن به خودشان آمده است. سلام، راستش را گو همین لایک چی منفعت دارد؟ خب از روی معلومات تکنیکی که ما داریم، وقتی که لایک گذاشته می شود نوار پهن می شود، یعنی پهن شدنش آسان است. و آن وقتی که اگر مانیتیزاسیون در ویدیو محکم باشد، یعنی مانیتیزاسیون محکم باشد، همون شبکه از لایک مبلغ کار نمی کند، لیکن ویدیو نوار در بین دیگر همزبانهای ما پهن می شود و آن وقتی که پهن شد دیگران می توانند که تماشا کنند. فایده لایک ماندن شما یا ابونه شدن شما به شبکه های ما، این کمکی شما به ما است و کمکی شما به دعوت در راه الله است انشاءالله. و اگر شما این را خواسته باشید، همین چیزی که من حاضر گفتم، شما میتوانید لایک مانید و اگر نخواستید یگان کسی را در این کار انشاءالله که مجبور نمی کند. الله شما راضی باشد. تشکر برای سوالاتم. و بیایید میگذاریم به سوال 8. هدایت به راه حق از جانب کیست؟ محمد صلی الله علیه و سلم، از جانب رئیس دولت، از جانب الله، از جانب امام. هدایت به راه حق از جانب کیست؟ اینک جواب های شما رو من انتظار هستم. چهل نفر جواب گفتند و 37 نفر جواب درست گفتید. خیلی خوب، خیلی خوب. و یک نفر گفتند که از جانب محمد صلی الله علیه و سلم و خب یک نفر دیگر از جانب رئیس دولت گفتند و یک نفر دیگر از جانب امام گفتند. خب بیایید تقویت میبخشیم گفته های خودمان را و این از سوره قصص آیت 56 گرفته شده است و من این لحظه اون آیت را کوتاه هست برای شما میخونم تا که ما و شما باخبر باشیم. در سوره قصص آیت 56 چنین آمده است: هر آینه تو ای رسول هر کس را که دوست داری نمیتوانی هدایت کنی، ولی الله تعالی هر کی را بخواهد هدایت میکند و او هدایت یافتگان را بهتر میشناسد. این در سوره قصص آیت 56 آمده رسیده است. یعنی که هدایت یافتن انسان تنها از جانب الله سبحانه و تعالی است و هر کسی که سبب میکند، هر کسی که جستجو میکند، انشاءالله که الله تعالی برایش کمک میکند و انشاءالله از هدایت یافتگان میشود. و بیایید میگذاریم به سوال دیگر. اول ببینیم کی به پیش گذشت. فیض‌الدین در جای اول، مریم بهادر، صباحت و خسرو همگی به 8 سوالی ما جوابی درست گفتند. خیلی خوب، خیلی خوب، شما رو تبریک میکنم. و به سوال 9 میگذاریم. و ما شهرها را نابود نکرده ایم مگر آن که مردمش ستمکار بودند. از کدام سوره گرفته شده است؟ و ما شهرها را نابود نکرده ایم مگر آن که مردمش ستمکار بودند. فاتحه، قصص، بقره، اخلاص. از کدام سوره گرفته شده است؟
اینک جوابهای شما میبینم که خیلی خوب و ببینید مشکل بود و من میدونم که انا همین سوالی خیلی مشکل هست، چون همگان در خاطرشان نمیماند، حتی اگر که اذیت کرده باشند هم. ولی ما این رو به آن خاطر استفاده کردیم که بعد از جواب شما کمی معنی داد کنیم، چون در واقع به روزگار امروز ما خیلی و خیلی شبیه هست، مانند است. از این رو من این لحظه آماده کردم. انا همین جوابی درست قصاص آیت 59 بود و چی گفته شده است آنجا. از ترجمه آن رو من این لحظه از تفسیر روش میسر میخونم. ای رسول، در زمانی تو هرگز پروردگاری تو مردم شهرها را که گرد و اطراف مکه بودند هلاک نکرد تا آنگاه که از خودشان در مکه پیامبری بر آنها فرستاد و آیات ما را بر آنها بخواند و ما شهرها را نابود نکرده ایم مگر آنکه مردمش ستمکار بودند. و در ترجمه دیگر، در ترجمه خطلانی چنین آمده است: پروردگاری تو مردم دهه ها را هلاک نکرد تا آنگاه که از خودشان پیامبری بر آنها فرستاد و آیات ما را بر آنها بخواند و ما دهه ها را نابود کرده ایم به سبب آن که مردمش ستمکار بودند. یعنی الله سبحانه و تعالی اول پیامبران را فرستاد تا که برای ما، برای مردم، برای قومش، برای ملتش رساند آن چیزی که الله تعالی میخواهد و امرها را برای ما کرد. الله تعالی امر کرده الله تعالی را برای ما فرستادگان الله رسانیدند و ما شنیدیم و تا آنگاه که فرمان برداری الله سبحانه و تعالی بودیم، امر الله را اجرا کردیم، خشم و غضب الله نبود. و چون این گفتیم یک تاریخی تکرار است و آیات‌های قرآنی همه تکرار به تکرار می شود و امروز خیلی مانند است و از این خاطر ما استفاده کردیم. و بیایید اکنون ببینیم که به پیش برآمد. مریم در جای اول، فیض‌الدین، بهادر، صباحت و بخاری و علی نیز برگشتند، یعنی که به کوشش دارند به زینه‌های اول. و به سوال آخران میگذاریم. منافق چیست؟ اسم، صفت، نام یا درجه؟ منافق چیست؟ اسم است، نام است، صفت است یا درجه است؟ منافق. یک کمی به زبان مادری گذاشتیم و سبب دارد انشالله. جواب های شما رو قبول میکنم. اینجا در چت ما نوشته میکنند شمیل رسولوف گفتند صفت است و درست هم گفتید. بله صفت است و 27 نفر جواب درست گفتند این صفت است. صفتی منافقی، دورویگی. و در این موضوع، در این مسئله علی کمالوف نیست جواب درست گفتند. در این موضوع ما انشاءالله در قسمت دیگری برنامه حتما گفته میگذاریم. و همگی 3 نفر گفتند اسم و 2 نفر گفتند نام و 5 نفر درجه و 27 نفر رو من صمیمانه تبریک میکنم. خب هر کسی که در زینه‌های اول، در قسمت اول نبود، رو افتاده نباشد، مهمش اشتراک کردن بود و ما انشالله که پس از چند لحظه باز دوام میدیم و بیایید ببینیم که این لحظه و در این برنامه به زینه‌های اول و به پیش برآمد. جای سیوم بخاری، تبریک میکنم شما را. جای دوم صباحت و جای اول. در جای اول مریم، من شما را صمیمانه تبریک میکنم. و در جای 4 محمد امین و فاروق. در جای 5 شما را نیز
تبریک میگویم که در جایهای خوب قرار دارید و همه آنهایی که فعال بودند در چت نیست، من شما را نیز تبریک میکنم و دلهای ما و شما را الله میداند و دلهای ما را خودمون میدانیم و میدونیم که کی درست جواب گفت و کی خودشان جواب درست نگفتند و از آن که شما جواب درست گفتید انشالله که باز روح بلند میشوید، باز کوشش ها را زیادتر میکنید و از آن که شما جواب خطا گفتید یا یگان سوال ما را شاید که ندانسته باشید، شما حتما که باز معلومات زیاد انشالله که پیدا میکنید. یعنی از این بازی، از همین طرز پیشنهادی سوال ها شما تنها برد میکنید، ضرر برای شما نیست. ما نه ما از این لاتاری که چنانی که ما گفته بودیم یا از این بازی که ما این لحظه داریم با کسی مبلغ نمیدهیم. مبلغ ما، این ذخیره ما انشالله که به آخرت و سوال های ما واقعا جواب شوق‌آور است و با طریق این بازی شوق‌آور ما جواب های درست را نیز یافتیم. و بیایید من قسمت دیگری بازی را این لحظه آماده میکنم تماشابینان عزیز و بعد از آن من در چت کد را نوشته میکنم. شما میتوانید کد را از داخل چت گیرید و تا آن وقتی که من گیم پین نوبتی را آماده میکنم میخواستم که این لحظه قسمت دیگری تفسیر آسان بیان، قسمت دیگری 2 و 3 سوره تحریم آیت 2 و 3 رو برایتان پیشنهاد کنم و ما کمی نقص تکنیکی نیز داریم با صدا. من فکر میکنم که کمی صدا خوب نیست، اون رو ما تا بازی نوبتی انشالله که آماده میکنیم و این برنامه اینقدر برنامه دراز نیست، تقریبا 7-8 دقیقه است. اون رو ما تماشا میکنیم. کد رو باشد من انشالله در چت نوشته میکنم، انتظار باشید. این لحظه من همون برنامه رو دیروز ما قسمت اولش را گوش کرده بودیم، آیت 1 را گوش کرده بودیم. حاضر تحریم آیت بعدی رو در مدتی همگی 8 دقیقه، کمتر از 8 دقیقه انشاءالله گوش میکنیم، تماشا میکنیم. با شبکه ما حتما آبونه شوید و حتما لایک مونید. با دیگر شبکه های ما نیز آبونه شوید، با شبکه حکمت تیوی، با شبکه استادان نجم تیوی، با شبکه پیروان سنت، فکرهای اسلامی، زمان دانستن. حتما که آبونه شوید و انشالله که به نهایت معلومات های خوب دسترس میکنید. با شبکه نجات تیوی حتما آبونه شوید. این لحظه یک جایه با شما تفسیر آیت 2 سوره تحریم را میشنویم و آیت 2 سوره تحریم در مورد کشادن قسم ها است. الله تعالی برای کشادن این گونه قسم های بندگانش آیه زیرین را نازل کرده چنین فرموده است: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. به تحقیق برای شما کشادن سوگندهایتان را الله مقرر کرده است و خداوند مالک و کارساز شما است و او دانا و با حکمت است. خداوند با حکم این آیه برای شخصانی که قسم خود را می شکنند کفارت را مقرر و فرض گردانیده است. اگر مؤمن برای کاری که مناسبت سوگند نیست سوگند خورد، مثلا یگان چیز با امر خدا حلال شده را برای خود با سوگند من نماید، با واسطه دادن کفارت می تواند سوگند خود را شکند و او را استعمال کند. کفارت این است: 10 مسکین را 2 مراتب با سری طعام دهد یا پوشاک دهد یا 1 غلام آزاد کند یا 3 روز روزه گیرد. بنابر روایت ابن عباس رضی الله عنه، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم موافق آیت مذکور با دادن کفارت قسم خود را شکستند. ما در مسئله های کفارت قسم به این عمل رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیروی می نماییم.
در دوام آیت آمده که الله تعالی با آن چیزی که بندگانش محتاجند عالم است، دوست و یاور آنهاست. او تعالی در صنعت و کارسازی خود بسیار با حکمت است و هر امر و نهی الله تعالی برای بندگانش تقاضای مصلحتش بوده، از طاقت بندگان زیاد و بیرون نیست. الله تعالی چون وسیله دفع سوگند را بیان نمود، پس در آیت زیر فرمود که وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير. و چون پیغمبر به سوی بعضی ازواج خود سخن را پنهان گفت، یعنی زوجه های خود، پس چون آن زن آن سر را افشا کرد، الله پیغمبر را بر آن سر آگاه ساخت و پیغمبر بعضی آن خبر را به آن زن شناس کرد و آن بعضی دیگر اعراض کرد. پس چون پیغمبر به آن خبر آن زن را خبر داد، آن زن گفت کی تو را به این خبر داد؟ گفت مرا الله دانا خبر داد. مفسران کرام نوشتند که بین حفصه رضی الله عنها و پیامبر صلی الله علیه و سلم سری بود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به حفصه تاکید کرده بودند که سر باید به کسی آشکار نگردد، ولی حفصه رضی الله عنها آن را به حضرت عایشه رضی الله عنها آشکار نمودند. چون حفصه سر را آشکار ساخت، الله تعالی با واسطه حضرت جبرائیل علیه السلام از آشکار شوی آن و از بعض دیگر مسئله های اجتماعی و دولتداری رسول الله صلی الله علیه و سلم را خبردار ساخت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حفصه از آشکار شدن سر با عتاب اشاره نمودند، ولی از همه آنچه از حفصه رضی الله عنها گذشته بود و اینچنین دیگر مسئله ها را به تفصیل یادرس هم نکردند، زیرا عادت فاضلان و بزرگان این است که از لغزش های مردم عادی چشم می پوشند و در عتاب و ملامات کمگیری می کنند. در تفسیر حازین نیز در شرح این آیت سخن آورده که حفصه سخنان پیامبر را صلی الله علیه و سلم را شنیده مستر ماند، یعنی در حیرت ماند و گفت یا رسول الله، به شما این خبر را کی داد که من سیرتان را آشکار کرده ام؟ حفصه گمان داشت که عایشه همه سخن را نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفته است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند خداوند تبارک و تعالی مرا خبر داده است، نه عایشه. حفصه که زنی با تقوا و دینداری سخت بود، دیگر پرسجو را ادامه نداده به سخن شوهرش باور و سکوت را اختیار کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند خداوند عالم و داناست، به سرهای مردم و هیچ چیز از او پنهان و مخفی نمی ماند. آره، هزار کوشش شود که سر مخفی بماند، اگر اراده خدا رفته باشد عاقبت آشکار گردد. ما یک جای با شما تفسیر کوتاه آیت های 2 و 3 سوره تحریم را شنیدیم. آیت 4: به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین
در ویکترین آزمون‌های ما نیز اشتراک میکند. ما با هم پیش میرویم. باری دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگویم به آنهایی که این لحظه نوکک به شبکه ما قرآن دستورالعمل انسان پیوست شدید و شما نوکک نواری تفسیری سوره تحریم را آیات های 2 و 3 را از کتاب تفسیری آسان بیان شنیدید و این لحظه من کدی قسمت دومی برنامه رو برای شما اعلام میکنم تا که ما و شما داخل شده توانیم و در قسمت دیگری برنامه اشتراک کنیم و همه آنهایی که این لحظه نوکک واردی برنامه شدید از شما خواهش میکنم که لایک مانید و به دیگران در ایما و در تلگرام و در واتساپ و هر جایی که خودتان میتوانید روان کنید. 967 37 62 این رقم کد ما 967 37 62. من در چت نوشته میکنم این لحظه 967 37 62 62. بله، خیلی نفران الکی وارد به برنامه ما شدید. شما را خوش آمدید میگم و اینجا این گونه میکنیم تا که خب دیگران نیست ما را دیده توانند. خیلی خوب، تا آن دمه که بازی را ویران نمیکنند کوشش میکنیم و من باور دارم که بعضی آنهایی که میخواهند بازی را ویران کنند کوشش های زیاد میکنند تا که با یگان عمود سپم یا اینکه بوت هر گونه نام میبرند خلال رسانند و این گونه خلال رسانی ها خیلی زیاد هم میشود و ما امیدواریم که امروز برنامه ما چنین نخواهد شد و 36 نفر این لحظه ها داخلی برنامه ما شده. شما رو خوش آمدید میگویم و همه نامی خودشان را البته میبینند و خواهش میکردم در چت خود تنها دعای نیک کنید همدیگر را و تنها سخنهای نیک به همدیگر گوییم و باری دیگر تکرار میکنم بازی ما مستقیما این لحظه پیشکشی شما میشود و ما و شما یک غذای معنوی یک جای میگیریم و این فایده میآورد برای ما هم در دنیا انشاءالله و هم در آخرت. و لایک مانید، ابونه شوید و خواهش میکردم آنهایی که شبکه های بزرگی یوتیوبی دارند یعنی از 1000 نفر زیاد شما میتوانید در ثواب شیستای خودتان برنامه ما را تقسیم کنید تا که دیگران نیز توانند تماشا کنند. این کمکی شما با ما میشود. خب طرزی وارد شدن رو به برنامه من باری دیگر تکرار میکنم چون اکثریت میپرسند که چگونه میتوانیم در برنامه اشتراک کنیم و داخل شویم. در یک کانال من دیده میشود چگونه شما میتوانید داخلی برنامه شوید. کهود نقطه ایت نوشته میکنید و در آنجا در جایی که گیم پین نوشته شده است پینی که ما در بالا مدیراتورها نوشته کردند آن را نوشته میکنید و در جایی که اینجا نشان داده میشه چگونه گیم پین رو می نویسید و تخلص خودتان را انتخاب میکنید. به خود یک تخلص انتخاب میکنید، جای نیک نیم نوشته شده است در آنجا نام خودتان را نوشته میکنید. خب این لحظه 42 نفر وارد به برنامه شدند و من فکر میکنم که ما آماده هستیم و آغاز میکنیم. همه آنهایی که دیرتر داخل میشوند شما نیز میتوانید داخل شوید. خب آنهایی که تخلصی بعد را انتخاب میکنید از شما احترامانه خواهش میکنم چون ما و شما را اکثریت تماشا میکنند از آن تخلص ها و نام هایی که خوب نیست دست کشید و تخلص دیگر انتخاب کنید. از شما خواهش میکردم اون نفری که
دجال نویسته کردند یا اینکه کسی دیگر، از شما خواهش میکنم احترامانه، چون دیگران تماشا میکنند و من نیز نمیخوانم اگر شما حتی به پیش براید. الله به شما جزای خیر دهد. و اگر همه ما و شما آماده باشیم، تقریبا 50 نفر این لحظه ها اشتراکچی برنامه هستند و من آغاز میکنم و همه آنهایی که دیرتر داخل میشوید شما نیز میتوانید با همان استفاده گیم پین داخل به برنامه شوید. 49 نفر، همین که 50 نفر شدیم بازی را آغاز میکنم انشالله. 2 نفر دیگر، آنهایی که کوشش دارند و شاید که بعضی ها اینترنتشان ناقدر خوب باشد، از این را شاید که داخل شدن نیست مشکل است، من نفهمم. خب این لحظه 47 نفر هستند وارد برنامه، 48 نفر شدیم. خب ما آماده هستیم و دیگران آنهایی که داخل می شوند می توانند بعدا نیز گیم پین را وارد کنید و داخلی برنامه شوید. بسم الله. قسمت دوم آغاز می شود. سوال اول: کرانند، گنگانند و باز نمی گردند. کدام سوره است؟ سوره بقره، فاتحه، منافقون. این گونه معنای آیت نیست. از کدام سوره آمده است؟ کرانند، گنگانند و باز نمی گردند. اینک جواب های شما. بیست و 25 نفر جوابی درست گفتند. 25 نفر به ما جوابی درست گفتند. بله، سوره بقره آیت 18 چنین آمده است و این لحظه شرح نمیدهم اما برمیگردیم انشاءالله. و کمترین جوابی خطا گفتند و اکثریت این جواب را میدانستند. و بیایید گذاریم به سوالی، ببینیم که در جای اول بخاری، سراج الدین، بشیر و نورعلی آنهایی که در جای اول هستید. تبریک میکنم شما را. به سوال دیگر میگذاریم: کیست ستمکارتر از آن که نگذاشت به نام الله در مسجدهای الله برده شود و در ویران ساختن آنها کوشید؟ این گونه آیت نیست. از سوره آل عمران است، از سوره بقره است، از سوره نساء آیت 114. کدامش درست است؟ کیست ستمکارتر از آن که نگذاشت که نام الله در مسجدهای الله برده شود و در ویران ساختن آنها کوشید؟ اینک جواب های شما رو انتظار میشویم و این لحظه ها الکی 45-46 نفر جواب گفتند و 21 نفر از آنها جوابی درست گفتند. بله، از سوره بقره آیت 114. و من این لحظه همون آیت را کوتاه میخونم برای آنهایی که برای تقویت بخشیدن همین گفته های ما. در خود ترجمه چنین آمده است که ستمکارتر از آن که نگذاشت که نام الله در مسجدهای الله برده شود و در ویران ساختن آنها کوشید. روا نیست در آن مسجدها جز بیمناک و ترسان داخل شوند و نصیبشان در دنیا خواری و در آخرت عذاب بزرگ است. و در آیت دیگری سوره بقره آیت 115 چنین آمده است: مشرق و مغرب از آن الله است، پس بر هر جایی که رو کنید همانجا رو برو با الله هستید. الله وسیع رحمت و داناست. و همین را در روش میسر چنین
معنی داد کردند. مشرق و مغرب و مابین آن از آن الله است. او پادشاهی همه زمین است، پس بر هر جایی که رو آورد در نماز یعنی همانجا رو برای الله هستید. شما از ملک و طاعت او بیرون نیستید، به درستی که الله فراخ نعمت و داناست. و مهمش چند نفر 21 نفر قسمت زیادی تماشابینان ما جوابی درست گفتند. بیایید ببینیم که به پیش گذشت. سیراج الدین، نورعلی، القاری، زبیر، آنهایی که در جای نمایان قرار دارد و شما را تبریک میکنم. بیایید بگذاریم به سوال دیگر. کرانند، گنگانند و باز نمی کردند. بقره آیتی 18 با کی گفته شده است؟ به مؤمنان ظالم، به سروزیر مملکت، به مشرکان مسیحی، به منافقان. کرانند، گنگانند و باز نمی کردند. سوره بقره آیتی 18. اینک 47 نفر این لحظه جواب گفتید و 32 نفر جوابی درست گفتند و کمترین جوابی نادرست گفتند. و هرچند که به منافقان این زیادتر درست می آید. و بیایید اکنون چون در پیش نیز ما در مسئله در موضوع همین آیت گفته گذاشتیم و من گفتم که دیرتر برمیگردیم و این لحظه وقتش آمد و ما برمیگردیم. در ترجمه معنا چنین آمده است: کرانند، گنگانند و باز نمیگردند. و بیایید یک آیت پیشتر می رویم، چون گفتیم که به منافقان است. یک آیت پیشتر می رویم در سوره بقره آیتی 17 چنین آمده است. از تفسیر روش میسر می خوانم. حال یک گروه از منافقان که به زبان نه به دل به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند و بعد از آن کافر شدند. مثالشان مثل آن کسی است که آتش افروخت چون اطرافش را روشن ساخت. الله روشنایی از آنان باز گرفت و نابینا در تاریکی رهایشان کرد و نه راه یافتند و نه از آنجا بیرون آمدند. این در تفسیر. در خود عیناً ترجمه معنا چنین آمده است: مثالشان مثل آن کسی است که آتش افروخت چون اطرافش را روشن ساخت. الله روشنایی از آنان باز گرفت و نابینا در تاریکی رهایشان کرد. کی را؟ منافقان را. و در آیت دیگر سوره بقره 18 چنین آمده است: کرانند، گنگانند، باز نمیگردند. و انشالله که بعد از این برنامه باز هم آنهایی که با ما هستید شما زیادتر تحقیق میکنید و زیادتر در این مسئله باز جستجو میکنید، چون واقعا برای ما و شما انشالله که فایده میارد. بیایید ببینیم که به پیش گذشت. القاری در جای اول، زبیر، حکمت و نظیره و اسلام آنهایی که در جایهای اول قرار دارد و حکمت و به 3 سوالی ما پای هم جوابی درست گفتند. و میگذاریم به سوالی دیگر. کدامی از پیامبران چند سال خود را با مردکاری گذراند؟ عیسی، داوود، سلیمان یا موسی؟ کدامی از پیامبران چند سال خود را با مردکاری گذرانید؟ خب اگر در پیش دیگر سوالی مانند نباشد من سالش را نیز میگویم. 8 سال و با 10 سال پر کرده بود. کی بود؟ خب 40 نفر این لحظه در داخل کهول به ما جواب گفتند و چت را میبینم که خیلی فعال است چت. بله 15 نفر جوابی درست گفتند: موسی علیه السلام. و در چت ما اولین نفرانی که جواب گفتند: سعید جان مرادوف جوابی درست گفتید، احد نعمتوف، فاطمه و همچنین
عبدالرحمن جوابی درست گفتید، علی کمالوف جوابی درست گفتید. و میبینیم که به پیش برآمد. القاری به پیش، بخاری، همیرا و محمد امین آنهایی که در جای اول قرار دارند و 20 طالب هم یک و یک باره خیلی بالا برآمدند، 23 زینه. و میگذاریم به سوال دیگر، سوال پنجم. نام پدر دختری که نزدش موسی مردیکاری میکرد؟ شاهرخ، شعیب، صالح، نوروزشاه. نام پدری دختری که نزدش موسی علیه السلام مردیکاری میکرد. این در سوره قصص آیت 27 آمده رسیده است. جواب های شما و این لحظه چند نفر علاقه در میبینم جواب های درست را در چت من میبینم. خیلی خوب. و 26 نفر جوابی درست گفتند. در چت نیز اسمت الله اولین شده جوابی درست را برای ما روان کردند. سعید جان، علی کمالوف، شما جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما را. و این در سوره قصص 27 شما میتوانید، قصص 27 شما آن سوره رو میتوانید که این لحظه مطالعه کنید و آنجا در موردی موسی علیه السلام و چگونه با دختران بعد از آن که از شهرش هجرت میکند و میخورد و در مورد شعیب هم میتوانید که مطالعه کنید. و بیایید میبینیم که به پیش برآمد. القاری، بخاری، همیرا و محمد امین آنهایی که در جای اول هستند. و به سوال دیگر میگذاریم، به سوال ششم. در منطقه کدام کوه الله با موسی علیه السلام ملاقات کرد؟ کوه انزاب، کوه هیرا، کوه تور، هیمالای. در منطقه کدام کوه الله با موسی علیه السلام ملاقات کرد؟ خیلی خوب، خیلی خوب. جواب های درست رو من میبینم. سی دو نفر جوابی درست گفتند. بله، در کوه تور موسی علیه السلام با الله سبحانه و تعالی ملاقات میکند. و چت ما فعال است. همگان تقریبا که جوابی درست گفتند. خیلی خوب. و یک نفر پرسیدند که چگونه از کامپیوتر وارد شویم و ما بارها تاکید کردیم و تکرار میکنیم یک بار دیگر با شما نیست. داخل شدن به برنامه خیلی عادی و آسان است. شما میتوانید به واسطه اگر کامپیوتر داخل شدنی باشد میتوانید در گوگل یا آن چیزی که هست یاندکس نوشته میکنید kahoot.it. در جایی که گیم پین نوشته میشود رقمی که در چت نوشته کردن آن رمز را وارد میکنید و تخلص به خودتان انتخاب میکنید، داخلی کهود میشوید. اینجا از مدیراتور ما حکمت تیوی نوشته کردن، شما میتوانید آن را خوانید و داخل شوید. انشالله خیلی آسان و عادی است، مشکل نیست. و در سوره قصص آیت 29 آن چیزی که نوکک ما خوندیم اون در موضوع کوه تور یک کوتاه آن رو من گفته میگذارم تا که در خاطرم آن باقی ماند. آمده است: پس چون موسی آن مدت معین را به پایان رسانید و آن 10 سال کامل بود و با زنش به سوی مصر روان شد، از سوی کوه تور آتش دید. به اهل خود گفت: اینجا ایستید، همانا من آتش دیدم، شاید از اون خبر یا پاره آتش بیاورم تا گرم شود. این از تفسیر روش میسر بود، چیزی که من خوندم. بیایید میبینیم که به پیش گذشت و بعد از آن دوام میدهیم. القاری در جای اول، بخاری، همیرا و محمد امین آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد و ما دوام میدهیم. سوال 7. معجزه موسی علیه السلام چی بود؟ طبابت پس و ناترسی از ماران، از گیل پرنده می ساخت،
عصایش مار میشد و دستش سفید، یا اینکه قرآن بود؟ معجزه موسی علیه السلام چی بود؟ اینک جوابهای شما رو با انتظار. 46 نفر این لحظه جواب گفتند و چت ما نیز خیلی و خیلی فعال است میبینم. 38 نفر جوابی درست گفتید. بله، عصایش مار میشد و دستش سفید. در آیت های 31 و 32 سوره قصص چنین آمده است: عصایت را بیانداز، چون دیدش که مانند مار می جنبد ترسید و گریزان بازگشت و به عقیب ننگریست. الله گفت: ای موسی، پیش آی و مترس، هر آینه تو از همه ناخوشی ها در امان هستی. و در آیت دیگر چنین آمده است: دستت را در گریبان خود فرا کن تا سفید و درخشنده بیرون آید، به هیچ آسیبی و تا از وحشت بیارامی دست خود در بغل کن. این دو معجزه، عصا و دست درخشان از جانب پروردگارت، برهان روشن برای فرعون و اشراف قوم است. بیگمان آنان مردم سرکشند. و 38 نفر جواب درست گفتند. تقریبا همه جواب درست گفتید. شما را تبریک میکنم. در جایهای اول القاری، بخاری، همیرا و محمد امین، آنهایی که در جایهای اول قرار دارید. 8 2 مراتب خالی زیاد میگیرید انشاءالله. نام برادر موسی چی بود؟ موسی علیه السلام. هامان، هارون، نمرود و یا فرعون. این جواب های شما. نام برادر موسی علیه السلام چی بود؟ من چت رو میبینم که چت نیست خیلی فعال است. و تقریبا که همه جوابی درست گفتند. بله، 34 نفر جوابی درست گفتید. نام برادر موسی علیه السلام هارون بود و همگی کمترین ها جوابی خطا گفتند. و شاید که سبب تکنیکی هم باشد خطاگی شما، چون در تلفن موبیلی خیلی میده دیده می شود. شاید این هم سبب باشد. شاید که اکثریت می دانستند که کی است، چون من چت را نگاه میکنم، در چت قریب که همه جوابی درست گفتند، چون من میبینم که تقریبا همه جوابی درست گفتند. خیلی خوب. و تبریک میکنم 34 نفر را. به سوالی دیگر میگذاریم. القاری، بخاری، همیرا، محمد امین در پیش هستند. تبریک میکنم. شمیل رسول، تبریک میکنم، شما به سرپرستی آمدید. و آنان را از آن گونه پیشوایان ساختیم که مردم را به آتش دعوت میکنند و در روز قیامت کسی یاریشان نکند. این به مردم عادی دخل دارد. این گونه آید نیست. به رهبرانی که از راه حق منع میکنند به آنان دخل دارد. تنها به نصرانی دخل دارد. و آنان را از آن گونه پیشوایان ساختیم که مردم را به آتش دعوت میکنند و در روز قیامت کسی یاریشان نکند. به کی دخل دارد؟ وریانت ها را شما دیدید اینجا. و 28 نفر جوابی درست گفتند. این هم در سوره قصص آیت 41 آمده است. و من این لحظه کوتاه همین آیت را میخوانم و بعد از آن میبینیم که به پیش برآمد و دوام میدیم انشاءالله، چون خیلی و خیلی ضرور است و باید که از این آگاه باشیم. و آنان را از آن گونه پیشوایان ساختیم که مردم را به آتش جهنم دعوت میکنند و در روز قیامت کسی یاریشان نمی کند. در این دنیا در دوام می آید. در این دنیا از پیشان لعنت، خواری و غضب را روانه ساختیم و در روز قیامت از زشت رویانند و از رحمت الله تعالی محرومند. این همه
قوت بخشنده بود به آیت های پیشینی سوره قصص یعنی 40، چون آنجا گفته شده بود پس ما با فرعون و لشکرهایش را گرفتیم و به بحر انداختیم. پس بینگر که عاقبت کار ستمگاران چگونه بود. و وقتی که همین سوره را میخونید و من تفسیر میدادم به شما نیست که مطالعه کنید، باور کنید در همین سوره و در آیات‌های همین سوره تاریخ تکرار را ما میبینیم و میبینیم که چنین میشود، ولی تنها قهرمان ها عوض شدند. به همین خاطر این یک درس عبرت و یک دانش الهی برای هر یکی ما و شما انشاءالله می شود. و خواهش میکردم لایک مانید و نوا را به دیگران روان کنید تا که دیگران نیز تماشا کنند. یک نفر نویسند که اکران خیره نشان میدهد و خب شما در جایی که 3 نقطه ها است در همانجا صفتی نوا را انتخاب کرده می شود. همان را نگاه کنید. تماشابین ما احد نوشتند. احد من به شما یک بار نشان میدم. ببینید اینجا نشان داده است و شما اگر 1080 انتخاب کنید یا 720 را انتخاب کنید نوار شما خوب می شود. و اگر از تلفن باشد 480 360 نیست کفایه است. اگر از کامپیوتر باشد همین بالاترش را انتخاب کنید صفتش خوبتر می شود انشاءالله. خب بیایید میبینیم که به پیش گذشت و به سوال دیگر میگذاریم. القاری، همیرا، محمد امین و ابراهیم در جایهای اول هستند و نصرالدین نیز بازگشتند و نصرالدین نیز به زینه های بالا کوشش دارند. سوال آخران: چیزهایی که به شما داده شده است متاعی است و آرایشی آخرت و بهشت، زن هاست، شهر و دیار، این زندگی دنیوی است. چیزهایی که به شما داده شده است متاعی است و آرایشی، دوامش را شما میتونید اینجا ببینید. این نیز از سوره قصص آیت 60 آمده است. و شاید که پس از همین سوال جای عوض کنی می شود در برنامه ما، اکثریت دیگر به بالا می برایند. خب 14 نفر جواب درست گفتید و شما به پیش برآمدید. چیزهایی که به شما داده شده است متاعی است و آرایش این زندگی دنیوی است. و این در سوره قصص آیت 60 آمده است. من میدونم که خیلی و خیلی سوالی مشکل است، اما این سوال ما را وادار میکند تا که دلیل را جوییم و اون دلیل را خوانیم به چه خاطر گفته شده است. و این لحظه من کتاب را کشادم و روبروی من انشاءالله نهمون از تفسیر رویش میسر و من میخوانم، عیناً میخوانم. ای مردم، چیزهایی که به شما داده شده است، یعنی از مال و فرزند برخورداری و آرایش این زندگی دنیوی است، حال آن که برای پرهیزگاران آنچه نزد الله است بهتر و پایدارتر است. چرا نمی اندیشید؟ یعنی این از آن میگوید که آن چیزی که در زندگی دنیا با ما داده شده است و بهترش نزد الله است. و چرا ما نمی اندیشیم؟ یعنی چندین عصر پیش این سخنها به ما گفته شده بود و ما امروز این را میشنویم، ولی حتی اگر شنویم خود را نادیده میگیریم یا ناشنیده میگیریم، چون به آن آیت هایی که ما در بالا ذکر کردیم از سوره بقره بود. کرانند، گنگانند، باز نمیگردند، یعنی به آن مانند میشود. و در دوامش ببینید چی الله سبحانه و تعالی چی میگوید: آیا آن کس که او را وعده های نیک داده ایم پس او به آن وعده ها خواهد رسید هم مانند کسی است که او را از مال این جهانی بهره‌مند کرده ایم سپس در روز قیامت از حاضر شدگان در عذاب خواهد بود.
و روزی که الله تعالی آنان را ندا می‌دهد و میگوید شریکانی را که برای من میپنداشتید کجایند؟ کی را میگوید؟ همانهایی که شرک می‌ورزیدند. از آن سرکرده، از آن فالبین و از آن سحرگر که ما دیروز در مورد آنها گفته گذاشتیم، تا به آنهایی که از ترس آنها به بعض عبادت خود ما و شما از ترس نمی کنیم، یعنی این نیز به آن شرک داخل می شود. چون اگر کس از چیز ترسد و از ترس آن، چون در سوره منافقون بارها در همین موضوع تاکید شده است، در آمده میگویند که من مسلمانم، نماز میخونم، ولی شاید از ترس، ولی در اصل در دل چی است الله میداند. از این خاطر خب من میدونم که این سوالی که آخران ما انتخاب کردیم به نهایت مشکل بود، ولی ببینید که 14 نفر جواب درست گفتند، ولی ما توانستیم به همین وسیله، به همین واسطه کمی از معنای همین آیات ها نیز یادرس شویم. یعنی به آنهایی که میدونند البته این یادرسی است. و ما بار دیگر گفتیم که از خودمان چیز نمیگوییم، تنها از آن معلومات را از کتاب میگیریم و از کتاب برای شما، برای آسانی کار شما میخوانیم. و بیایید میبینیم که به پیش گذشت و که جایهای نمایان را این لحظه سزاوار شد. در جای سیوم ابراهیم شما را تبریک میکنم و در جای اول القاری شما را تبریک میکنم. جاهای نمایانی دیگر 3 و 4 حکمت تیوی و زبیر شما را نیز من صمیمانه تبریک میکنم، آنهایی که در جای اول قرار داشتند. خب تشکر زیاد میگویم به آنهایی که این لحظه توانستند وقتی خودشان را یافتند و در برنامه ما اشتراک کردند، چون ما و شما از این برنامه انشاءالله که کمی باشد هم فایده بردیم و وقتی خودمان را درست صرف کردیم. چون صرف کردن وقت نیست هر گونه است. هر کس اگر خواهد وقتش را هر گونه‌ای که میخواهد آن گونه صرف میکند و میتونستیم که این وقت خودمان را تقریبا 1 ساعت خودمان را با تماشا کردن یک چیزی که برای من فایده نمی‌آورد میگذراندیم. و الحمدلله این لحظه ما وقتمان را با دانش آموزی گذرانیدیم و هر چیزی که این لحظه شما، سوال‌هایی که شما دیدید در برنامه ما، میتوانید آن را خودتان تحقیق کنید و معلوماتی پرتر را جاید یابید، چون برای ما و شما فایده می‌آورد. و اگر هر جایی که به خطا راه داده باشیم از الله سبحانه و تعالی آمرزش می‌خواهیم، چون ما آدمی هستیم و شاید به خطا اگر راه داده باشیم از الله تعالی بخشش می‌پرسیم. و دوستان عزیز، باری دیگر هر یکی شما را خوش آمدید میگویم و به شبکه‌های ما حتما که ابونه شوید و لایک گذاشتن را پیش از آن که از بیرون از برنامه میشوید فراموش نکنید. و انشاءالله که باز روزهای نزدیک در شبکه قرآن دستور عمل انسان برنامه را آماده میکنیم و پیشکشتان میسازیم و شاید که روزهای نزدیک یکی از برنامه را در روزهای کاری مانیم و دیگریش را در روزهای یک شنبه نوا را پهن کنید و الله جزای خیر برای هر یکی شما عطا کند تا با خوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش می رویم.